پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسجد نشستگی بودن، میرفتن طرف مسجد میرفتن، یک طایفه زنها بودن. گفتن ای زنها استغفر الله را بسیار کنین، فانی اریتکن اکثرکم اهل النار. در دوزخ دیدم بسیار دوزخی ها زنها هستند. گفتن و بما یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، با کدام خطایمان، با کدام گناهمان؟ گفتن تکثر اللعن، شما لعنت بسیار کنید. معنی لعنت چی است؟ خدایا فرزند مرا از رحمت دور کن. تمام پدر و تمام مادر ایروز فرزند شد این کلمه را استفاده میبرن و میدونن که دعای پدر و مادر در حق فرزند قبول میشه. وقتی لعنت میگن دیگه فرزند ما و شما دزد نشوه، رازن نشوه، شرابی نشوه، دیگه چی بشه؟ پیامبر گفتن زنهای دعا این حقارت نکنین که دوزخ میرین. و دیوم و تکفرن العشیره، مردکا 29 روز دستی پر بیان، یک روز دستی خالی بیان، شما برای یک روز 29 روز فراموش میکنین. هرگز همین کارا رو زنها نکنین که دوزخ شما رو انتظار است. از روی که تربیهش بکنیم، هممون بچه زن دادیم، دخترش آور دادیم و دادیم تمام چیزا در روز تویشون میخریم. هست یگان کس شاهدی بوده که روز توی دخترش یک قرآن خریده باشش، یک جای نماز گفته باشش که بچم این شب نکاحت هست، 2 رکعت نماز بخون. وقتی خانه خسرت میرایته چادر 2 رکعت نماز بخون که خداوند طرف به عزت و آبرو به این روز رسونده. اصلا اینو یگان کس شاهدی داده میتونه. یا دامادا کسرمون برو تمامش را میخریم، یگان تمام یاد داریم که قرآن آورده باشیم دامادمون توفه کرده باشه. یک چیزا میخریم میپرسیم که خیتایی است یا ترکی، زواد که ویران شد محصولات هم ویران میشه. دخترامون میروند 1 ماه در خانه خسر و خشتامن نماز نیست. اول پیدایش کودک به نماز و به طهارت کودک چی شود؟ اگر خداوند فرزنددار کنن، خواهرای ما، همسرای ما، دخترای ما شرک به نماز میکنه، گفته 1 سال نماز نمیخونن و شرک به نماز بکنه، خوردن کودک جایز نیست. شرک نه طهارت هم میشکنن نه لباس به نماز میکنن. برادرو این روز با دست خمون فرزندای خمون رو دوزخی کردیم. دست کودک نون بسوزه، حاجی ها میگن که از حج روغن غاز بیار که پیش نمانه. علاوه این دنیا اگر پوست بسوزانه، علاوه روز قیامت قلب میسوزانه. میخیزیم نماز میخونیم، بچه ایمون دختر ایمون با بلاغت رسیدگی خواب نمیخیزونیم که خواب سحر راحت است. دوستی ما سبب میشه فرزند ما دوزخی میشه. سوال که آیا ما دوستی فرزندیم یا دشمنش هستیم؟ همین خیلی دوستی را میگن بزرگا دوستی رنگ مار هست. همین مار هم مار همین فرزندش میگزیده است. این مار همین انسان هم میگزیده است. ایروی دشمنیش نه، ایروی دوستیش. میخواسته که انسان دوستیش نشان بده، لیکن دوستی مار سبب میشه انسان هلاک میشه. وقتی که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میبینه، تمام نوع مخلوق رشکش میآید. لیکن اگر همین مار اظهار محبت کنه آیا هلاک میشه؟ مار خوبه این دنیا را سوزن آخرت آباد میکنه، اما این گونه پدر و مادر همین دنیای فرزند میسوزه هم آخرت شد. پس این پدر یا مادر دوست فرزند است یا دشمن است؟ میگم تقصیر دیگه بچه ها گپ نمیگیرم. 10 ساله گپی پیغمبر را نگرفتیم، کودک 14 ساله شد گپی پیغمبر را نگرفتیم، 21 ساله شد گپی پیغمبر را نگرفتیم، دیگه او پهلوان شد گپی ما اوتره میگیم. تو 21 سال گپی پیغمبر خدا را نگرفتی، دیگه گپی تره میگیم. پیغمبر اسلام میگه 7 سالگی شوخی و بازی، 14 سالگی تربیه و تعلیم، از 14 تا 21 مصلحت و مشورت. نکردیم به کجا بود؟ کلمه های است که ما مسلمان ها بسیار استفاده میبریم. خواهرها را تعلیم بتیم، دختراتان را تعلیم بتیم، همسراتان را تعلیم بتیم. صحابه آمدن گفتن حضرت جان من دختردار شدم، گفتن رحمت خداست. صحابه دیگه گفتن حضرت جان من بچه دار شدم، گفت نعمت خداست. صحابه دیگه گفتن حضرت جان من 4 تا دختر دارم، گفت 4 تا باران رحمت الهی
از 4 طرف خانه تو است. گفت و زن در جامعه بشرت اینقدر نعمت بزرگ است که قرآن هم به نام سوره نساء دارد، سوره به نام مادر با زن. و زن نعمت است که رسول معظم اسلام میفرمایند الجنت تحت قدوم الامهات، جنت زیر قدوم مادران است. ایمن روایت میکنه، عجیب روایت میکنه، همین ولادت رسول الله را میگه آمینه با من صحبت میکرد. آمینه گفت که ایمن من هیچ مشکلات ندیدم. گفت همین زن که حامله شد مشکلاتش بسیار میشه. گفت همین که محمد در بطن من بود، در شکم من بود، من هیچ احساسی گفت حامله داری را حس نکردم. گفت و وقتی گفت محمد به دنیا آمد که زنها چقدر مشکلاتشان میشوه، گفت من هیچ احساس تولد کردن هم مشکلیش ندیدم. گفت و همون فهمیدم که از شکم من گفت یک نور به دنیا آمد. و دویم گفت چشمم دید که وقتی محمد گفت تولد شد هم تو به دست داشت. انمی ایمن میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 6 ساله بود با مادر سفر کرده. در راه آمده میگه مادر رسول الله از دنیا گذشت. من اینقدر میگه قبر کندم کمک مشکلات و پریشانی میشید. گفتم محمد جان بیا مرا یاردم بکن. میگه در دست رسول الله یک تیششه بود، هر بار در زمین میزد یک کلمه میگفت امی مادر جان. خب میگه قبر کندیم، کودک نمیمونه که مادر در درون قبر بمونه. خب علاج کردیم، میگه کودک از زیر خاک کردیم. از همون مقام میگه تا مکه آمدن روی همون کودک طرف همون قبر مادر و همین کلمه امی را میگه تلفظ میکنه مادر جان. به مجرد آمده میگه باباش پیشوازش برآمد، دید که کودک گریه میکنه. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت مادر را از دست دادم. گفت انا ابوک و امک، من هم پدر رو دستم و هم مادر رو دستم. لیکن ایمن میگه هر صبح میدیدم محمد میگه روش طرف همون قبر میکرد و همین کلمه مادر جان میگه تلفظ میکرد. روز میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحابه را دید که ریشای مبارکش را میگه ملائکه ها بحث دارند. گفت روز چه عملی خیری کردی که اینقدر بحث میبینم در ریشای تو؟ گفت حضرت جان حالا راه دم آمدم دیدم که مادرم هست. گفت فاکاش پر از چنگ و غبار خم شدم. گفت بریشان همین کفای پای مادر ما گفت تازه کرد. میگه حضرت آبای دیدش ریخ. حضرت ابو هریره گفت حضرت جان خیریت باشه. گفت که کاش که مادرم حیات میشید، من با همین ریشام گفت کفای پای مادر ما تازه میکرد. من بخاطر خوب نعمتی بزرگ است مادر. حتی بزرگان میفرمایند میگن که همین جنت روز قیامت پیش پروردگار شکایت میکرد است که الله مرا یک منظره زیبا کردی که همه حوث مرا میخوره، انبیا و اولیا و صلحا همه، حتی میانه مرا حوث دارن جای بگیرن، اما مرا یک به قدر کردی که زیر خدوم مادر کردی. ببین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند کسی پدر و مادرش حیات است 2 دروازه جنت در اختیارش است، اگر یک دروازه جنت در اختیارش است. و فرمودن وای بر حال همون کسی که پدر و مادر بیا و جنت نرود، وای بر احوال او. خاطر مبارک شود این فرزند خداوند که ابتدای تولد و جمع شدن دوستا و برادرها و خویش و تباراست. انشاءالله که نشانه فرزند خوب و مادر بودن خوب میشه. و عایشه مادر زیاده از 2,500 حدیث حبیب خدا را بیان کرده، زیاده از 2,500 دخترک حضرت ابوبکر همسر حبیب خدا زیاده از 2,500 حدیث روایت کرده. حبیب خدا دوستشان می داشتن چی می گفتن؟ یا عایشه جانی ما چه حال داد؟ رسول الله بخیل نبود، سخی بود. حتی روز خداوند جبرئیل فرستاد که بره رسول الله را بگو که ابوبکر سلام بگه و بعد بگه که خدا میگه ما ای ابوبکر راضیم. کنی ابوبکر پرسید ای خدا راضی است یا نه؟ چقدر رسول الله خوشحال میشه که خدا به برادرش سلام میگه. ابوبکر مبارک چه خدا تو را سلام میگه و بعد میگه ما از ابوبکر راضیم.
کنی ابوبکر پرسید ای خدا راضی است نه؟ وای گفت اصلا جون من نبودم خدا مرا پیدا کرد و باز میگه از من راضی، من چه از او خدا راضی نباش و از تو پیغمبر نازنین راضی نباش و از دین مقدس اسلام راضی نباش. من راضی هستم. برادرای بزرگوار، رفیق خوب انسان با کجاها میبرد؟ تصور بکن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چه نعمت بزرگ بالای من و شما بودن. از من نعمت بزرگ بالای ما و شما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودن. تصور بکن صحابه را ما تعریفاش شما را گفتم. حضرت یکی از صحابه پیامبر روایت میکنه که ما رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدم قبرستان زیارت رفتن. چی گفتن؟ السلام علیکم اهل القبور، سلام بر شما این مردم قبرستان، انتم لنا سلف، شما پیش از ما گذشته و اگر الله بخواد ما هم با شما نزدیک میشیم. همونجا گفتن دوست میدارم برادرام رو ببینم. صحابه گفتن حضرت جان ما برادرات نیستیم، ما رفیقات نیستیم. گفت شما صحابه های من، حضرت جان رفیقات کیان؟ گفت حالا پیدا نشدی. حضرت جان اونا نیستن، چه میشناسیشون؟ یا آدم 100 تا اسب سیاه داشته باشه، اسب پیشانی قشقه، همون اسبش معلوم نیست؟ گفت معلوم است. گفت همون رفیقایی که ما آرزو دارم ببینیمشون در این دنیا نصیب نمیشه. فانهم یاتی یوم القیامه، او روز قیامت میارن دستها و پیشانی هاشون نورانی است، ما پیشوازی اوها میبرم. میدونین نور از کجا پیدا میشه؟ یک قربای آب طهارتی که 2 روبل هم قدر نداره. پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی در این دنیا طهارت میکنه میگه آرزو کاش که میدیدم شه، لیکن در این نمیشه روز قیامت. فرات هم میدونین اکای ما چه وقتی ماشینش عروس میاد کودکا شادی کرده دویده میرون. پیامبر آرزو کرد که کاش که ما و شما را میدید، کاش که این آرزو را ما میکردیم یک بار پیغمبر را میدیدیم. برادرای خوب میدونین چه خبر خوب است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که روایت مسلم شریف از جنتی ها جنت میدونن، بعضی رفیقاشون نمیبینن ناله میکنن ای خدا آخر ما در جنتیم، رفیقای ما قطعا نماز میخونن در دوزخ هم، ما نمیخوایم به او جنت بریم. خدا میگه وارو بریم بیاریم. وقتی که سر میشه و حساب عرش الهی را میمونن، حضرت آدم از اون طرف میمونن و آدم را حساب میکنن و یک نفر میگن به طرف دوزخ بره. حضرت آدم میگه میخه عرقای کلام میکنه و آبای دیگهش میریز، میگه من یارو خلاص کردن نمیتونم. محمد در کجا است که بیا یارو خلاص کن؟ محمد فریاد کرد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میاد پیش ملائکه‌ای که بعد رو طرف دوزخ اینا نبرین دوزخ. حضرت خودت میدونی ما رو خدا چقدر تعریف کرده که هر گپی بگه ما گپشم میگیم. میگه حضرت جان همین خیر دست چپش خطریش همین قبل طرف عرش خدا نگاه میکنه، میگه خدای تو مرا وعده کرده بودی که من تو درباره امتات راضی کنی. خدای من راضی نیست، میاد دوزخ میره یا را خلاص کن. الله میگه دوباره حساب شما کن، حسابی را اثر کن. وقتی حساب میکنن فقط ثواباش حساب میکنن، خطایا را ندیدن. طرف جنت میگن ببریمش، اما آدم میگه یا دقیقه بسیم من قطعی آدم گپ زدم یکی بود مرا از آتش جهنم خلاص کرد. برادر تو کی هستی مرا خلاص کرد؟ مرا نمیشناسی، ما محمد رسول الله. هرچند میگن طرف جنت داره، میگن بسیم من میری قک تماشا کن. میدونین مشکل پیغمبر است؟ ما امتی کی هستیم میدونین؟ همه پیغمبر آرزو کرد کاش که ما تو را میدید، کاش که این آرزو را ما میکردیم که میدیدیمش. طرف جنت رفتی از طرف پیامبر پیشواز میشه. حوض کوثر است. رسول الله میگه یک قطره اگر الله نصیب تون کنه همون گرمی قیامتش با تشنه نمیمون. تصور بکن رفته استی بخوای که با همون ظرف و پیاله ها از همون حوض بخری، حضرت جان ظرف و پیاله رو سکنه با دستاشو بگه بیا ای دستای من از این آب بنوش. چی نعمتی بزرگ است برات. کار خدا به حکمت نیست. اگر حالا رسول الله در این محفل ما میشید چی میپرسیدیش؟ چی میگفتیش؟ از رسول الله چی خواهش میکردی؟ شاید به مجرد دیدن جانمون رو به الله تسلیم میکردیم. شاید چشممون طاقت تماشاش نداشت، شاید قلبمون از حرکت میمون. خدای خودت وعده کرده که جنتی ها هر خواهشی داشته باشه اجرا میشه. خدای اگر در تقدیرمون جنت از ما رو با همه احکاممون جنت ببر و یک بارک در جنت اجازت بده با رسول الله صحبت کنیم، درد دلمون رو بگیم.
همه قبول میشه که محمد تو را دوست بداره، تو برای ما از جان هم عزیزتر هستی. اکای ما، دخترای ما. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه بسیار شنونده از گوینده زیاد عمل میکنه. اگر شما جنت رفتین مرا ندیدی، از خدا خواهش کنید برادر ما ختمو بیار. در دنیا ختمو میشه صحبت میکنه، ما گپی او را گرفتیم عمل کردیم، شاید او خودش عمل نکرده. خدای ما خواهش داریم برادر ما را بیار. خدایا اگر در او جنت دیداری تو نباشه و رضای تو نباشه و دیدار پیامبر و شفاعت پیامبر نباشه، ما در او جنت در کار نیست. با رسول الله صلی الله علیه و سلم در جنت شهودی داره. اکون طرف جنت میره، سوره یاسین میخونین سلام قولا من رب الرحیم. هم تو رفته است که الله رو فرود میاد السلام علیکم. ای جنتی ها میخواین عزیز یادتر تام جنتی ها خدای ما با رسول الله، ما از آتش جهنم خلاص شدیم دیگه چی بخوایم؟ خدا میگه خواهشای داره فراموش کردیم. ما این روز شما راضیم دیگه، شما خفه نمیشم. و دیداری به مثل مونانش نشان همه سر در سجده میمونن. پیامبر میگه الله میگه ارفعوا رؤوسکم، سرا رو بردارید دیگه سجده نه. مرا تماشا کنید و من شما را تماشا میکنم. بدون جنت چقدر نعمتی بزرگ است. پیامبر صلی الله علیه و سلم ما برادر آخر انسان جنتی را میگم بالاش ختم فیصله کنه. آخران انسانی که بعد او دیگه کسی جنت نمیدره. هم تو کودک نه شکمالات میرا میگم خیخچه از آتش جهنم برآورده کشیده برسه که الله فریادش میکنه ای فلانی بچه فلانی بره جنت. میره که جنت پر از جا نیست. میای میگه خدا جنت تو پر از جا نیست. دوباره میگهش برا. سه بار دیدین عجیب علم میکنه. خدایا تو مرا مسخره میکنی. ما در دنیا گرت نگرفتم، این روز تو مرا شرمنده داری. خوب جنت تو پر از دیگه چون نیست. من که چه برم؟ حتی یه جایی من نیست. الله اینقدر رحمش میومد میفته همون جنتی رو تو گمان میکنی پر از یگان جا نیست. در همون جنت مثل پادشاهای دنیا مقام و مرتبه و خدمتگار به مطمئن راضی میشی. خدا رضای بنده گناهکار حاصل رو. پیامبر میگه ناز جنتی رو دی با خدا قهری میکنه گپ نمیزنه. 2 برابر دش میتون گپ نمیزنه، 3 برابر 4 برابر وقت میگه 5 برابر دی پادشاهای دنیا مقامت میتون میگه فیقول فی الخامس رضیت ربی، اگه خدا من نوای تو راضی شد. حرکت کنین جنت از خود کنین. انسان جنت با یک کلمه میتونه حاصل بکنه اگر برای رضاش باشه. میاد دخترچش ببین شرم نمیداره. میاد دخترچش میپرسه که دختر جان کنی ببین من همه سنت های پیامبر اجرا میکنم یا نمیکنم؟ گفت آتا جان همه سنت ها رو میکنی که از سنت نمیکنی. گفت بچه‌م کدام سنت ها؟ گفت همین همسایه یهودی این نابینایی داریم که حضرت جان هر روز میبره افقاتش میته، آتا جان شما نمیکنی نمیکن. فردا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و ارضاه پیش از حبیب خدا افقات برد. اون مرد که افقات دادن گرفت. اون مرد سوال کرد که اون مرد که هر روز مرا افقات میداد کجاست که این روز تو آمدی؟ حضرت ابوبکر گفت تو چشم بینا نداری، اون مرد از ما چه خیلی فرق میکنی؟ گفت اون مرد کسی بود که خیلی بوی خوب داشت، من همون بو را حس نکرده استم. عایشه مادرمون رضی الله تعالی عنها میگه حبیب خدا می اومد من از خواب بیدار میشیدم. گفتن ناراحتت میکرد؟ گفت بوی خوش حبیب خدا مرا از خواب بیدار میکرد. روز حضرت علی رضی الله تعالی عنه آمد، فاطمه دختر حبیب خدا بیرون برآمد. حضرت علی گفت فاطمه پدرت آمده بود؟ گفت کسی خبرت کرد؟ گفت نه بوی خوش و شالم در خانه ماندگی هست. حضرت جان عجیب بوی زیبا داشتن. دویم گفت وای مرد نسبت من خیلی مهربانی میکرد، تو نتونستی سی مهربانی کرده. و سوم گفت ای دستی او من هر چیزی میخوردم معدم حل میکرد، حالی مرا معدم حل نداره. تو او مرد نیستی. حضرت ابوبکر حیران ماند. گفت پدر با او مرد صحبت میکردی یا نمیکردی؟ گفت بله. گفت درباره چی صحبت میکردی؟ گفت میگفتم هوشیار شو، نعوذ بالله در همین مدینه یک محمد جادوگر پیدا شده، همه را از دین باباگیش میبره، دین خچه یاد دسته. گفت بعد شنیدن این کلمه ها معاملش چه خیلی میشید؟ گفت مهربانیش دوباره تر میشید. پدر میدونی آن مرد که است؟ گفت نه. گفت خودی محمد صلی الله علیه و سلم. گفت من این قدر تحقیرش کردم و او قدر مرا دوست داری؟ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. پس اخلاق خوب، اخلاق حمیده
انسان از چه حال به چه حال میبره. یکی از قصه ها و صحابه ها را واقعش نقل میکنه، میگه تا حال من ایمان نداشتم، اینقدر نسبت محمد صلی الله علیه و سلم نفرت داشتم و یک زن نقص دیدم، یک دختره که وایم میگه نفرت داشت و یا شرط مون امی کارچه را زهرآلود میکنی، قفس سینه محمد را پاره میکنی، من عروسیته هست. عاشق است دیگه. کارچه را زهرآلود کرد، میگه مجلس در آمدم، حضرت جان میگه مثل شمع بود، صحابه مثل پروانه گردش دور میزدن. من موقع خلوت نیافتم که کارچه را بزنم. حضرت جان میگه از بین امو برآمد، توقه به توقه مونده مردمان. میگه من میگه بی فکرم چی است و حضرت جان بی فکرش چی است. میگه هر دون یک بار خوردن، گفت که جوانی زیبا چه حال داری و دست آورد. میگه همونجای من کارچه را بجا کرده بود، میگه دست اونجا ماند و من ترسیدم. میگه گفت لا تخف، نترس. میگه دستش بالای قفس سینه ما بود، لبهاش به دعا مشغول بود. و دعاش چی بود؟ خدایا از قلب این جوان وسوسه شیطنت دور کن و قلب این جوان میلان به سوی اسلام کن. حضرت جان خواستن دست بگیرن، میگه آغوش کردم. حضرت جان دست نگی. چرا؟ از دست تو بوی خدا و جنت میآید. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. رسول اصحاب چگونه تیار کرده بود؟ آشکارا گفت امروز کدامی از شما جنت رفت؟ آشکارا بی یگام اشتباه. همه سرخمن. عبدالله ابن عمر بچه میگه انا یا رسول الله امروز من جنت رفتم. اما تعجب میکنن که الله امروز من از آبهای جنت نوشیدم. حبیب خدا سوال میکنه یا عبدالله کیف دخلت و اکلت و شربت؟ کنه قیصه که امروز چخیل جنت رفتی و چخیل از میوه هاش خوردی و چگونه از آبهاش نوشیدی؟ جواب میده حبیب خدا امروز من قرآن میخوندم، من وقتی درباره وصف جنت خوندم والله حالم پرنده های جنت فریاد دارن، صداش در بیخ گوشی من هست. و وقتی من درباره میوه های جنت میخوندم حبیب خدا حالم والله مزش از دهنم نرفته. وقتی من درباره آبهای صاف و مصفای جنت خوندم حالم شیرینیش از حلقم پایان نرفته. اصحاب رسول الله با این اطمینان قرآن میخوندن. ببین با این اطمینان قرآن میخوندن، با اطمینان امروز ما جنت رفتیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید روز قیامت اهل نماز از نماز میدرایند دروازه جنت، اهل روزه از روزه، اهل زکات از زکات. ابوبکر دست بالا میکنه حضرت جان آیا هست نفری که از همه دروازه های جنت بدرایه؟ رسول الله میگه بله و آرزو میکنم یکی از اونها تو باشی ابوبکر که از همه دروازه های جنت میدرایی. چقدر صحابه باور در جنت داشتن. حضرت جان با کارچه زدن، نگفت در کجا با کارچه زدن مرا. بچه‌م گفت همه آدمی مرا با کارچه زده ببینین مسلمانه یا کافر. پدر گفت فرقش چی کشنده مسلمان باشه؟ گفت ببینین دیدن گفتن کافر است. گفت الحمدلله. گفتن چرا تو الحمدلله میگی؟ گفت اگر کشنده من مسلمان میشید خدا عذابش میداد. من نمیخوام برای من یک مسلمان عذاب بکشه. من نمیخوام برای من شده امت رسول الله عذاب بکشه. ولی عذاب میکشه من کافر است عذاب کشیدن. و 2 روز بیمار شدن. 3م روز شیر قطعی خرما خوردن که ایروداش برآمد، فهمید که از دنیا میروند. بچه جان گفت برا عایشه مادر بگو که اجازت میتن قبر من در بر رسول الله بکن. نگو که امیرالمومنین میگه که بگه امر امیر واجب اطاعتش. برا بگو عمر بچه خطا میگه. عبدالله آمد هم گفتن مادر جان پدر من میخواهی شد. گفت عبدالله والله هر بار پیغمبر نام اوتی مرا میگید نام اوتی ترام میگید. اینجا من برای خودم مونده بودم لیکن من راضیم که عمر را بیارن در برای رسول الله بکن. ببین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از چه حالت به چه حالت آورد رفیقاش و دوستاش. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روز فتح مکه ابو سفیان با حضرت عباس گپ زده و میگه 22 سال با محمد صلی الله علیه و سلم مقابلیت کردیم. این روز او نعوذ بالله قبیح قتی نمیدونه که چند لحظه بعد ایمان میاره. نگاه که نمیدونه چند لحظه بعد مسلمان میشه ابو سفیان.
محمد یتیم این روز با کبر و غرور میاد مکه را میگیره، هم تو شمشیردار را کشید، گفت اگر محمد طرف خانه ما بیاد پاره پارهش میکنه. همون حالت حضرت جان 10,000 لشکر قتید در اومدن، آوای دیده در پره روز. یکم کلمه چی بود؟ کسی در خانه ابو سفیان نکشید. ابو سفیان حیران شد، گفت عباس ما یک محمد بعد میبینم، محمد یک مرا دوست میداره، ما اگر برم ایمان بیارم ایمانی مرا قبول میکنه، ما امیر حمزه را نقشه کشیدم شهید کردم. گفت بله. گفت یکی اگر ما عرض بکنم ایمان مرا قبول نکنه اسلام، ما چیکار کنم؟ گفت همون عذرهایی که برادرای یوسف برای یوسف خونده بودن تو برای رسول الله بکن. حضرت جان آمدن گفتند بلال مقدس ترین مکان حالی در نزد خدا مکه، لیکن ای بلال حالی تو در نزد خدا ای مکه هم بزرگی، خیلی بالای مکه برو اذان بو. ابو سفیان دید بلال اذان گفت، گفت عباس واقعا دین محمد دین حق است. گفت چرا؟ گفت غلام سیاه دیدی زمانی در خاک خون آغشته بود، بزرگی دین ابی غلام ای کجا برد و ما را از کجا و کجا آورد. و آمد رو پروی رسول الله عرض کرد، حضرت جان رو گردوندن 3 بار 4 بار همون عذرها را کرد، همون جواب حضرت یوسف برای برادرش داده بود، رسول الله برای ابو سفیان. دیگه کلمه‌اش چی بود؟ کسی در خانه هند است، هند زن ابو سفیان است، جیگر امیر حمزه را خاییده بود، گوشای امیر حمزه را برد. گفت کسی در خانه هند است نکشین شد. هند گفت اینقدر روز محمد مرا احترام کرد، او هم اومد مسلمان شد. بچه ابو جهل گریخت، گفت آیا محمد زنای ما را گرفت، خانه ها را گرفت؟ گفت نه، همه را آزاد کرد. بچه ابو جهل هم اومد مسلمان شد. اخلاق پیامبر دیدی چقدر اخلاق است. اخلاق خوب در درجه انسان بالا میبرد. اکای ما، دادرای ما، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 14 روز بیماری کشیدگی. چند روز؟ 14 روز. و وقتی که دیگه پاش خطی مسجد رفتن نمیتونست، حضرت علی و عباس یوم میبردنش، زورشون میکرد، مرا یک خیلبر این که پام در زمین شکیده برام ثواب مسجد بگیرم. روز یکشنبه به نهایت بیماری پیامبرمون زیاد شد، بلند شد، حرارت بدنش بلند شد. حضرت بلال اذان گفت، نماز شام رفتن خواندن، نماز خفتن اذان گفت، حضرت جان گفت مرا برین چند قدم بردن که هوشش رفت. وقتی به یاد آمد اولین سوالش همین بود، آیا مردم نماز خواندند؟ حضرت جان شما را انتظارند. دویم باره هوشش رفت، سوم باره حضرت ابوبکر پیش در اومد نماز سر کرد. حضرت جان به یاد آمد گفت مردم نماز خواندند. حضرت جان وقتی نماز نگفت. حضرت در اومد، صحابه تکبیر گفتن، حضرت ابوبکر یک طرفه ایستاد، حضرت جان پیش در اومد، نماز تمام شد. گفت ابوبکر چرا نماز مردم نخوندی؟ گفت برای من مناسب نیست، من پیش بدرم تا یقیبی من نماز بخونیم، هی را قبول ندارم. حضرت جان اذان بامداد اذان گفتند، باز حضرت اشاره کرد مرا مسجد بری. خیزوندن شکی قوی نداره، برای گفت من دیگه مسجد رفتن نمیتونم. یه بارک پرده را یک طرفه کنین، من اهل مسجدی ها را تماشا کنم. شما مسجدی ها کسی هستین که آخر نگاه پیامبر است. حضرت جان دید صحابه باز خوشحالی کردن که میایم، میگم خیلی اشاره کرد که دیگه این روز من قوی ندارم که شما نماز بخون. و گفت الحمدلله که بعد سری من میاد تیار پیشو میکنی، باقی موندهش پیره بیام میشه. افتاب برآمد، عایشه مادر میگه من احساس کردم حضرت جبرئیل مهمان شد. گفتن دیدیش؟ گفت همون آیاتای قرآن نازل میشه، بدنش گرم میشه، حضرت همون خیل شد. جبرئیل آمد گفت رسول الله خدا سلامت میگه. و بعد سلام میگه بنده من اختیار داره بفارش دنیا، بفارش پیش ما آمدن، لیکن همه قبول گو که من اشتیاق دیدار حبیب دارم. گفت برادر جبرئیل البته من پیش خدا رفتن اختیار دارم، اونی که عریضه دارم. عریضه ها چی است؟ گفت خدا بعد سری من بالای امتی من چیکار میکنه؟ جبرئیل مقصد چی است؟ رسول الله بگو، آشکار بگو. خدای چه خیلی امتهای پیشین هلاکت، خدا امتهای مرا نکنه. و فریضت قبول است. باز خواهش داری؟ گفت همین شفاعت امتی گناهگار خدا در دست ما بده. گفت خدا میگه اگر امتهای محمد تنبلی نکنن، پیش از مردنشون 7 روز پیش توبه کنن میبخشمشون. برادر جبرئیل 7 روز دیر میشه. گفت 3 روز، گفت 3 روز هم دیر است. گفت حد اقل پیش از اون که مرد در حبس غرغره میکنه یک بار کلمه شهادت بگو. و من تیارم عزرائیل رو بگو بفرست. عایشه مادر میگه من احساس کردم عزرائیل اومد. گفتن عزرائیل دیدی؟ گفت رخسارهای مبارک پیغمبر سرخی روش رفت.
رنگ روش کم می‌خورد. دیگه صدای پیامبر نمیبرم، از لبهاش میفهمیدم چی میگه. همون وقت میگه برادر رو در آورد دستش چوی مسواک بود، میگه اشاره کرد که چوی مسواک بده. خواست به دندوناش ملایم بکنه، پیامبر هم قوی نداشت که همون چو ملایم شد. عایشه مادر میگه ای دستش گرفتم به دندونا ملایم کردم، باز در دستش داد. نفسای چقر میکشه، دیگه صداش نمیبره. همونطور میگه دندوناش هم خیلی مسواک تازه کردم. همین گفت لا اله الا الله ان للموت سکرات. خدای مرگ تو بسیار مشکلی ها داشت. عایشه مادر میگه من قبض جانم میگه احساس کردم. گفتن چی خیر؟ گفت همون جایی که عزراییل قبض جان کرد، حضرت جان طاقت نکرد، همون جایی سرش آورد در آغوش ما موند. گفت خدایا این سکته بالای ما آوردی، از این خودم میدونم، تو میدونی، هیچ کس نمیدونه. من طاقتی را دارم. امتام تریلیون و میلیون های هستن و با پیدا میشن، خدایا این سکته جان ما را بالای ما بیار. من ایشم قبول دارم. یکی سکته بالای ما آوردی، بالای امت نبر که من طاقت کردم نبود. حضرت جان میگم که دستش برداشت، گفت الرفیق الاعلی، دستش به زمین افتاد و حضرت جان به الله تسلیم. صحابه هم میگه گریان الله، حتی حضرت عمر شمشیر گرفت. والله کسی بگه اگر محمد ایدینو گذاشت سرش از بدن جدا میکنه. محمد صلی الله علیه و پیش خدا رفته با میوه، هیچ کدی لاغ نمیشه بکن. حضرت گفت بود عایشه ما ایدینو گذاشتم مرا طاقت بمونین. گفت چرا؟ گفت اول جنازه مرا برادرم جبرئیل میخونه. حضرت ابوبکر خانه در نرسیده صدای صحابه را شنید، دویده آمد. در روی خانه در آمد که بالای مبارک چادر پرتاب کرد. چادر یک طرف کرد، از پیشانیش ابوسه کرد. والله زیبا بودی، حالا زیباتر شدی. بیرون در آمد. گفت هر کسی خدا را اطاعت میکنه خدا هرگز نمیمیره. و هم کسی که اطاعت محمد میکرد خبر بود که محمد از دنیا گذشت. حضرت عمر میگه وفات رسول الله، آیاتایی که برای وفات رسول الله دلالت میکنه آیات ما برو آورد. میگه خیال کردم همین آیات ها به ابوبکر نازل شده، میگه این آیات ها پیش بود. گفتن قبر پیامبر کی میکنن؟ گفتن ابو طلحه. حضرت ابو طلحه قبر پیامبر کندن. حضرت عباس یا شوشتن شد، جنازه‌اش تا زمان حضرت عمر گروه میخوندن. آخران انسان از قبر رسول الله درآمد، این فضل ابن عباس بود. و گفتن بالای پیامبر کی خاک میپرتاید؟ بلال فریاد کرد الله اکبر الله اکبر. فاطمه آمد، بلال تو عاشق پدری من میگن تو دروغگو بوده، دل چی خشید بالای تیم خاک برد. فاطمه گفت گپ نگو، آخه فرمان خدا است، منها خلقناکم، از خاک خلق شده و فیها نعیدکم، خاک دم میآیین، یک بار دیگه از خاک میخیزید. فاطمه گفت بلال میدونی چه مصیبت بالای ما اومده است؟ صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالی. آتیم مرد عادی نبود، اینقدر مصیبت بالای ما اومده است، اگر این مصیبت بالای روز به روز طاقت نمیکنه تبدیل به شب میشه. وقتی منزلم تمام شد، وقتی نماز شد، حضرت ابوبکر گفت ارحنا یا بلال، بلال اذان بگو قرائت کن. حضرت جان گفت مرا دیگه نگو اذان بگو، من یک سوال دارم. گفت سوال چیه؟ گفت یک زمان من غلام بودم، تو مرا آزاد کردگی، من اینو قبول دارم. همون وقتی مرا آزاد کردی برای خدا آزاد کردی یا برای خدا؟ چرا گفتی سوال میتی؟ گفت اگر برای خدا آزاد کرده باشی مرا دیگه حق نداری بگو اذان بگو، اگه برای خدا باشه من غلامتیم. گفت من تو را برای خدا آزاد کردم. حضرت جان گفت من دیگه در مدینه گشتن نمیتونم، مرا اجازت بده من شام برم. من طاقت کردم نمیتونم در کوچه مدینه رسول الله، من نمیتونم در اینجا گشت، مرا اجازت بده. یک سال مدینه نآمد. شب رسول الله در خوابش اومد بلال اما مفتونی تیم یک گورک زیارتی مو نمیوی. سحر حضرت ای خواب خیست میگه سوارش دم نداده مدینه منوره آمد. مدینه در آمد، میگه وقتی قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی قدر محکم نبود، بالای قبر پیامبر رفت، میگه قفس سینه‌اش در قبر پیامبر مون. حضرت جان اینا ما آمدم، میگه روحش در قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم. حضرت جان ما آمدم زیارت شما آمد. درد دل میکرد. از سر منزل خست، میگه امام حسن و امام حسین گفتن چی میشه که اذان در وقت بابامون میگفت یا ورق بگو. دیگه نبیرای رسول الله را رد کردن نتونست. حضرت بلال اذان وقت اذان گفت، میگه تمام مردم مدینه جمع شدن و احتجت المدینه، میگه مدینه در لرزه در آمد. حتی زنها گفتن بعث محمد، محمد زنده شد. ما این آواز همون وقت میشید.
حضرت بلال گفتن اشهد ان محمد رسول الله. یه بار فکر کردن که با رسول الله چی میگشتن، پوشش رفت به زمین افتاد. صحابه گفتن واه مصیبتا، بلال ما را یتیم میکنه. گفت برای ما گریه نکنید، ما از روزی که قطعی پیامبر عهد کردم من یگام سنت ترک نکردم. شما با حال خودتون گریه کردین، چند سنت اجرا کردین، چند تا را ترک کردین. ما فردا باز با محمد و صحابه های محمد ملاقات میکنیم. و با این درد حضرت بلال هم از دنیا رفت. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 23 سال برادرای ما فیصله زندگیشون نگاه بکنین، سربلندی جورهاش میخواست که رفیقاش سربلند باشه. جنت منظری است که ایشان قاری بیان کردن. موسی علیه السلام سوال کردن یا ربی، موسی بود با خدا صحبت میکرد، پروردگار جنتی که همه مشتاقش است، حتی کافران دعوت جنت دارن و دعوا میکنن که جنت مال ماست. همه گفت خدایا این جنت چی منظره است؟ همه آرزو داره، همه هوس داره. میتونی که اندازش بیان کنی که جنت چقدر مقام و مرتبه داره؟ پسترین شب بگو پروردگارا. گفت موسی پسترین اهل جنت مثل پادشاه های دنیا. موسی شفق زیاد میشه، پروردگارا بالاترین شب بگو. الله رب العزت میگه موسی حالا بالاترین اهل جنت، نه چشم دیده نه گوش شنویده است، حتی تصورش هم در قلب کسی نیست. ایشان قاری حدیث را بیان کردن کمترین اهل جنت. مفصل حدیث رسول معظم اسلام میفرمایند که او انسان اینقدر در دوزخ سوخته میشه و صبح سیاه میشه. صحابه سوال کردن حضرت جان اون انسانی که سیاه میشه چقدر جنت میداره؟ جنت منظره زیباست. گفت حوضی هست یک بار آوازی میکنن مثل مهتاب زیبا میشن به جنت. و حدیث ایشان قاری بیان کردن میگه این تا سوزانده میشه و که دیگه دست و پاچه کار نمیکنه، هم تا زمین ده شکیده بردیسته. رحم الله را ببین، رحمت خدا را ببین، مهربانی خدا را ببین، با بنده چه که صحبت میکنه. یا فلان ابن فلان، ای بچه عبدالله فلانی بچه فلانی برای جنت. حبوه در لغت عرب مکسره میگن خشب زمین کشیده میبره. بلا که جنت پر هست فیرجع فیقول یا رب، میگردم یا میگه یا الله آخه جنت تو دیگه جا ندارم، من کجا برم؟ دوباره برم. هم تو عذاب کشان میره و باز پر فیرجع فیقول یا ربی، میگردم یا الله نیست جو. سیم بارا میره، سیم بارا آمد عجیب با خدا صحبت میکنه. اتسخروا او تضحكوا بی و انت الملک، خدایا این روز تو به حال من میخندی، مرا مسخره و شرمنده داری در بین امت. خدایا جنت تو جا نیست، من چه خیل برم؟ پس پروردگار رب العزت انقدر رحمتش وسع میشه و میفرمایه های فلانی همون جنتی را تو گمان میکنی که پر هست، هیچ امکانیت جا نیست. اگر مثل پادشاه های دنیا مقام و مرتبه و خدمتگارت به تو از من راضی میشی؟ بنده را ببین ناز شه، با خدا صحبت نکنم. خدا میگه از من راضی میشی خاموش است. دو برابرش میتون بنده هم راضی میشی، نازی بنده را ببین با خدا صحبت نکن. سه برابرش میتون راضی هستی خاموش است. 4 برابر میتون راضی هستی با خدا صحبت نمیکنه. فیقول فی الخامس، وقتی میگه 5 برابر پادشاه دنیا مقام و مرتبت میتون، فیقول فی الخامس رضیت ربی، نوم است راضی شدم ای الله. الله رب العزت میگه 10 برابرش میتونه. هر چیزی که دلت خواهش میکنه من برات مهیا میکنم و هر چیزی که گوشت میشنوه من برات مهیا میکنم و هر جایی که چشمت میبینه برات مهیا میکنم. بیان میکنن میگه حتی میوه جنت خود به خود پیش انسان میاد. شارحین حدیث میگه یا انسان کچه بالا میکنن میوه رو میخوره یا میوه پس میشه میخوره. یه نفر تا حال ایمان آورده بود میگه من نعوذ بالله نسبت محمد اینقدر نفرت داشتم، رفتم رسول الله با صحابه ها در مسجد بود، من راستا پیشاب کردم. میگه
صحابه های حبیب خدا چی گفتن؟ مه یا رسول الله. وای وای حضرت جان این چیکار کرده است؟ اجازت است هر چه از بدن جدا کنیم. حضرت جان فرمودن ما انسان های مسجدی هستیم، ای غیر مسجدی باید فرق کنیم. مانن پیشابش تا آخر کنم. فریادش کرد گفت برادر اینجا مسجد هست، این جای مقدس ترین مسلمان ها هست، اینجا جای پیشاب کردن نیست. میگه لحظه فکر کردم شخصیتم شخصیت مقدس و مکانم مکان مقدس، اما در مقابل این عمل زشتی ما اینقدر مهربانی جواب. اگر پیش پدرم دا میکردم یا شلاق میزد، پیش رفیقم دا این کارا میکردم میگفت تو برادر من هستی، مرا حرمت نکردی، در پیش من پیشاب کردی. این کی است که از پدرم بالا و از رفیقم رفیقتر و رفتن چیکار کردن؟ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله افته ایمان. پس اخلاق حمیده حبیب خدا را دیدن ایمان آورد. همه ما اهل سنت و الجماعه ایمان داریم که بعد پیغمبر بزرگترین کی است؟ ابوبکر صدیق است. ابتا است؟ همه حضرت جان میاید دخترچش ببین شرم نمیداره، میاید دخترچش میپرسه که دختر جان کنی ببین من همه سنت های پیغمبر اجرا میکنم یا نمیکنم؟ گفت آتا جان همه سنت ها رو میکنی، یکی از سنت ها نمیکنی. گفت بچه‌م کدام سنت ها؟ گفت همین همسایه یهودی این نابینایی داریم که حضرت جان هر روز میبره افقاتش میته، آتا جان شما نمیکنی نمیکن. فردا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و ارضاه پیش از حبیب خدا افقات برد، اون مرد که افقات دادن گرفت. اون مرد سوال کرد که اون مرد که هر روز مرا افقات میداد کجاست که این روز تو آمدی؟ حضرت ابوبکر گفت تو چشم بینا نداری، اون مرد از من چه خیلی فرق میکنی؟ گفت اون مرد کسی بود که خیلی بوی خوب داشت، من همو بو را حس نکرده استم. عایشه مادرمون رضی الله تعالی عنها میگه حبیب خدا می اومد من از خواب بیدار میشیدم. گفتن ناراحتت میکرد؟ گفت بوی خوش حبیب خدا مرا از خواب بیدار میکرد. روز حضرت علی رضی الله تعالی عنه آمد، فاطمه دختر حبیب خدا بیرون برآمد. حضرت علی گفت فاطمه پدرت آمده بود؟ گفت کسی خبرت کرد؟ گفت نه بوی خوش و شالم در خانه ماندگی هست. حضرت جان عجیب بوی زیبا داشتن. دویم گفت وای مرد نسبت من خیلی مهربانی میکرد، تو نتونستی سی مهربانی کردن. و سوم گفت ای دستی او من هر چیزی میخوردم معدم حل میکرد، حالی مرا معدم حل نداره، تو او مرد نیستی. حضرت ابوبکر حیران ماند، گفت پدر با او مرد صحبت میکردی یا نمیکردی؟ گفت بله. گفت درباره چی صحبت میکردی؟ گفت میگفتم هوشیار شو، نعوذ بالله در همین مدینه یک محمد جادوگر پیدا شده، همه را از دین باباگیش میبره دین خچه یاد دسته. گفت بعد شنیدن این کلمه ها معاملش چه خیلی میشید؟ گفت مهربانیش دوباره تر میشید. پدر میدونی آن مرد که است؟ گفت نه. گفت خودی محمد صلی الله علیه و سلم. گفت من این قدر تحقیرش کردم و او قدر مرا دوست داری؟ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. پس اخلاق خوب، اخلاق حمیده انسان از چه حال به چه حال میبره. از من میپرسه من امیرالمؤمنین این دو شتر صدقه اگر یکی در تشنگی و گرسنگی بمانند، خداوند مرا سوال کنه من چی جواب میتونم؟ بنده ها را سوال نمیکنه، عمر ابن الخطاب سوال میکنه. عمر است، نباشه میلیون ها عمر گذشت و اما عمر هر کسی را بگو میشناسش، میدونه که کدام عمر است. این اونا چی فکر عقیده داشتن که خدا روز قیامت آیا از بنده ها سوال میکنه یا از عمر؟ و هر روز هم تو ریش مبارک میگرفتن میگفتن ای بچه خطاب هوشیار شو، تو برای امت محمد فردا روز قیامت پیش خدا چی جواب میدی؟ هر روز مصلحت خودش همی بود، نصیحت میکرد با خود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امتش هستیم. جوان مردا وقتی آمد است که بگیم با محمدا، امتی که حضرت آرزوی دیدار کرد که یک بارک چهره‌های من و شما را ببینم.
امتی که 23 سال حیات برای من و شما صرف کرد، حداقل بیاد در یک روز 23 مینوت در فکرش باشه، حداقل در حیات یک بار در فکرش باشه. این جوانمرد چگونه جوانمرد بود، چه خیلی شاگردا برآورد و تا امروز الحمدلله مکتب و مدرسه و مکتب های عالیش جاری هستند. صحابه بودن که میگه وقتی دید نیزه آمده است جانب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، تنها مجروحن، هیچ امکانیت دفاع کردن نداره، انگشتاش هم میگه 3 تا انگشتش میگه پرید رفت. صحابه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن ابی و ام فداک، پدر و مادرم فدای تو، ساعت تیر بزن که امروز مشرکان ما را اذیت داده ایستادن. صحابه که قدر یکدیگر را میدانستند، امروز خداوند یک تا بیماری را آورده است، همه ما سرگردان و سرحیرانه. یک تا بیماری شد همینجا آگاه میکنه که بین یک بیماری را آوردم، همه سرگردانه. انا همین روز میشوه که همین اعلان هم میکنم. میدونین کدام اعلان هست؟ اعلان مالک یوم الدین هست. روز قیامت الله رب العزت همه از آدم تا آخر اعلان میکنه پادشاه روز قیامت کی است؟ آدم سر نمیبرداره، نوح نمیبرداره، ابراهیم نمیبرداره. نوح که دعا کرد خداوند دعای او را همه روی زمین بحر کرد، سر نمیبرداره. هم تو سرخم موسی نمیبرداره، عیسی نمیبرداره، حتی محمد رسول الله نمیبرداره، همه سرخم هم. و خود جواب میده لله واحد القهار. این روز ما هستم میگه تمام. واقعا همین روز در چشم سر میبینیم دیگه، انتظار این وعده قیامت نشین. همینجا همه حتی میبینین لباس ندارن، سر در سجده مونده استین. این دلالت میکنه که لله واحد القهار. این من شما را آگاه میکنه که صحابه بزرگوار با چگونه عقیده و فکر در عبادت می نشستند. پروردگارو این اکاو دودارای ما در اینجا شیشتن مقصدشون خوردن نیست، مقصدشون یک چیز است، رضایت است، از همه راضی باش. پروردگارو چگونه از ما پدر و مادر بردی؟ اگر تا حال در سوال و جواب گرفتار باشن، خدا سوال و جوابشون آسان کن. خدا قبراشون باغی از باغهای جنت بکن و ارواحشون از ما خوشحال بکن و از خوشحال ارواحشون تمام اهل قبرستان خوشحال بکن. اگر حیاتن بالای سر ما همچون سایبانی سر نگهبان. اهل و عیال و فرزندامون سبب زیبایی زندگانی این دنیا و سبب افتخار روز قیامت نصیب کن. خدای چگونه پدر و مادر و برادرای ما را بردی، روز ما را میبر. ما را تنها میمونن، نمی رفیقامون خاک بسیار بالامون میپرتن که دیگه از حال ما بخبرن. خدای ده همون روز تو ما را تنها مگذار. خدای روز میشه ما را سوال و جواب میکنی. ما در همین دنیا اقرار میکنیم ای خدا ما به حد گناهی بسیار داریم. اگر پیش تو میریم ما امید به رحمت تو و شفاعت پیامبر داریم. خدایا با کم بودی ما نگاه نکن، به بزرگی خودت نگاه. خدایا با کم بودی ما نگاه نکن، به غمخواری پیامبر نگاه. خدایا برای ما شده سر محمد صلی الله علیه و سلم خم نکن. خدایا اگر در بین مردم سوال میکنی به رحمانیت ما را سوال بکن، به قهاری و غضبت ما را سوال نکن. خدایا اگر به قهاری و غضبت ما را سوال کردی، ما تو را از رحمانیت سوال میکنیم. اگر عیب هامون را آشکارا کردی، خدایا ما تو را از ستاریت میپرسیم یا ستار. پروردگارو تی قد بزرگی، تی قد مهربانی. ما گناه میکنیم میپوشانی گناه ما را، ما لکه شرم نمیکنیم دوباره دست به گناه میزنیم. کمک مشکلی بیاید تو را یاد میکنیم، مشکلی ما را تو را فراموش میکنیم. خدایا همه شب میشود درهاش بسته مگر دروازه تو بسته نیست. خدایا ما خواب میریم تو خواب نمیری. خدایا به حال ما رحم بخور. ما را در بین منافقین و مشرکین مسخره نکن. خدایا اگر ما را دوزخ بری، مشرکا و منافقا میگن هم مسلمانا خدا و پیغمبرتون گفت لا اله الا الله بگین جنت میرین، چرا با ما در دوزخ میسوزیم؟ ما چی جواب میدیم؟ خدایا قطعی ما قهری نکن.
ما 30 سال 40 سال قطعی تو قهری کردیم. یا بیماری را آوردی، هم از همه گریزون شد. خدایا حتی مدینه رفتن من کردیم، مکه رفتن من کردیم، حتی فرزنده و پدرها را دیگه آغوش نمی کردیم. خدایا این بیماری را دور بگردان. یارو ما را در قیامت گفته بودی پدر از فرزند میگریزه، ما در این دنیا دیدیم. خدایا شاید ما نماز نمیخوندیم، شاید زکات نمیدادیم، شاید همسایه‌هامون گرسنه بود ما سیر بودیم، شاید پدری پیر داشتیم خدمت نکردیم، مادری مظلوم داشتیم خدمت نکردیم، شاید او کودکایی که در درون بحرها لقمه‌های ماهیا شدن از ما شکایت کردند و این بلا را بالای سر ما آوردیم. خدای چگونه اونو بنده‌هات هم ما هم بنده‌هات هستیم، التماست میکنیم، خواهش میکنیم مشکلی ها را از ما دور بگیر. پروردگارا همه کس ما اینجا یک خواهش داریم، خدایا تو خدای ما راضی، لیکن ما هم بنده تیم تمام ما راضی بود. خدایا دین اسلام را بالای ما آوردیم، ما قبولش داریم، ما را همچون مسلمان قبول کن. خدایا پیامبر را بالای ما فرستادی، ما قبولش داریم، ما را همچون امتی او قبول کن. خدایا تو روز قیامت فریاد میکنی امتی رسول الله کجا، ما عکا و دادارا هم دست میبرداریم، سر بلند میکنیم. خدای سرای ما را خم نکن، دستای ما را پایان نکن. پروردگارا این جوانان را در صف جوان مردی نگهبان باش. روز قیامت رفیق رسول الله و ابوبکر و عمر و عثمان، اگرچه ما مثل اونا عمل نداریم لیکن او را دوست می‌داریم. یا الله خدایا خودت وعده کرده که ما شرم می‌دارم وقتی بنده دست بردارم و دست او را خالی بگردم. خدای دستای خالی ما را خالی نگردان. خدای دستای خالی ما را خالی نگردان. خدای دستای خالی ما را خالی نگردان. خدای ما شرم می‌داریم به این زبان دروغ میگیم تو را یاد بکنیم. قلبی که درونش پر از کبر و غرور و حسد از دعوای دوستداری میکنیم. اما چه ایلاش که ما بنده ایتیم، تو ما را خودت بنده گفتی، عبد گفتی، عاجز و محتاج و ناتوان و خط احد و صمد گفتی. خدایا با کمبودی ما نگاه نکن، با بزرگی خودت نگاه کن. خدایا اگر تو ما را نبخشی غیر از تو ما را کی میبخشه؟ خدایا اگر ما درد دل منابت نگیم با کی بگیم؟ خدایا ما شکایت به تو نکنیم با کی بکنیم؟ پروردگار تو ارحم الراحمین هستی، تو ارحم الراحمین. هر گناهی کردیم تا این روز از همینجا نخسته ما را خدا ببخش. خدای ما با تو عهد میکنیم، خدای ما بار میخوایم توبه کنیم، گناه نکنیم، با گناه میکنیم. ما را یک قوه بده، ما را یک توفیق بده که دیگر گناه نکنیم. خدای بار با تو عهد میکنیم، عهد شکنی میکنیم. پروردگار این روز در عرش مقاله است، اگر سگ را تو صاحبش نگیری چه گیری سلام و این شیطان سگی هستی الله، اگر تو ما از خلاص نکنی چه خلاص بدن. پروردگار ما جوانان نمیخواهند گناه بکنن لیکن خشونه اداره کردن نمیتون. خدای با ما رحم بکن، خدا ما را فراموش نکن. خدا اگر تو ما را فراموش کردی عالم ما را فراموش کن. خدای ما را لحظه در اختیار خود ما نماند که ما چی کارهایی را انجام میکنیم. الله ای ارحم الراحمین، وقتی در فریاد بکنیم رسول الله کجایی، حال امت ببین، این امتی که آرزو کردی کاش کردید در چی احوال. پروردگار مادرای ما را توفیق بده، خواهرای ما را توفیق بده، همسرای ما را توفیق بده، فرزندای ما را توفیق بده. خدایا این روز خواهر مسلمان برادر مسلمان پول میده زنا میکنه، پول میده شراب میخره، گناه با پول میخره. پروردگار از این بیماری ما را خلاص بکن یا ارحم الراحمین. به حال ما رحم بخواه یا الله، به حال ما رحم بخواه یا الله. خدای ما را فراموش نکن، خدای ما را فراموش نکن یا ارحم الراحمین. یا ستار یا الله یا ارحم الراحمین. من میدونم ظالم نیستی، ظلم بکنی، ما ایمان داریم ارحم الراحمینی. این مشکلی را بالای ما میاره که تو را بسیار یاد بکنیم. ای الله ای الله اون مشکلی را که بالای ما میاره ما طاقت نداریم، نیاره ارحم الراحمین. ای ارحم الراحمین اگر تو روز قیامت ما را بخیزونی، وای بنده ما تو را تن سالم دادم، پول دادم، مال دادم، چرا رفتی گناه کردی، ما چی جواب میدیم پیش تو؟ ای ارحم الراحمین خدا از این بیماری ما را خلاص کن یا الله. زارت میکنیم، تولا میکنیم، التماس میکنیم یا ارحم الراحمین. خدای ما را از گناه کردن خلاص کن، از گناه کردن خلاص. جوانان را پروردگار که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فکر خیالش در جوانا بود، وقت جمالتان و وعدتان همی است که روز قیامت در جوانی کسی عبادت کنه شما بالای عرش میایین و فریاد میکنین جوانای در جوانی عبادت کردن کجا هستند؟ بیاین زیر سایه عرش الهی جای بگیرن. خدای نمی برادرای ما را از همون وعده که وعده کردی نصیبشون بگردان. خدایا نصیبشون بگردان، خدای نصیبشون بگردان. خدا در عمرشون برکت بده، در کسبشون برکت بده، تجارتشون یا الله برکت بده. خدای تو 30 روز 40 روز 50 روز کاری ما را بود میکنی، یک روز یک بود نمیکنی، در اوتر در پیش همه شکایت میکنی کارمون بود نشد فلان شد فلان. کاش که شکایتامون داده بگیم که خدا ما را 40 روز دادی، این روز ما چی کم بودی کردیم که این روز رزق ما را کم کردی.
بجای این گفتن تو را در پیش همه شکایت میکنه، خدای ما را ببخش از این شکایت ها، از این شکایت های کرده که ما را ببخش ای الله ارحم الراحمین. خدای اگر بنده ها نسبت ما یگان چیز میگن، اگر ما هم خیلی آدم ما را ببخش اصلاح شیم، اگر او گوینده میگه و ما هم خیلی نیستیم، خدا او را هم ببخش اصلاح شو، او بنده ای تو هست ای ارحم. ما نمیخوایم برای ما پگاه کس پیش تو تهمتی بخیزه ای ارحم الراحمین. خدایا در دل ما نسبت کدام برادری که بدبینی داریم ما را محبت از یاد بگردون، زبان دل ما را برابر بگردون و از نام ما بر وحی پاک حبیبت صلوات و عزت برسان. و صلی الله و سلم علی سیدنا محمد صلی الله علیه و سلم. خدا از ما امت های مستضعف اخر زمان در میزگان مبارک حبیبت اشک شاد ایران نصیب بگردون و کفن مبارکش نمناک بگردون و کفن مبارکش نمناک بگردون و برادری که نیت حج و عمره دارن الها حاجی های واقعیشون بگردون، خدایا حجاشون قبول بگردون، سعیهاشون مشکور بگردون، دعاشون هم مقبول بگردون و او برادرایی که میروند از نام ما به پیامبر سلام رساندن رای پروردگار توفیق بگردون، رفتگار حجاشون قبول بگردون. کسای نیت دارن و شرایط ندارن، خدا شرایط براشون آسان بگردون، خدا شرایط براشون آسان بگردون، شرایط آسان بگردون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله.